سلام شنوندگان عزیز، در یک وقت بینندگان شبکه‌های اجتماعی، این لحظه ها که ما در استودیوی رادیوی تاجیکستان قرار داریم، محفل داریم به خاطر فرزند نامور ملت تاجیک، یک از ستارگان آسمان علم و ادب ملت بزرگ تاجیک، مولانا جلال الدین بلخی. اما شاه پسر ملت تاجیک که در غربت زیستند، اما به خاطر زبان مادری، بقای زبان مادری، فرهنگ ملی عمر به سر بردند و اثرهای جاودانی ایجاد کردند. من از فرصت مناسب استفاده برده تمام تاجیکان جهان، تمام فارسی زبانان جهان، تمام عاشقان اشعار مولانا را با روز مولانا جلال الدین بلخی تبریک میگویم، چون که روز مولانا روز ادبیات کلاسیکی عالم شمول فارسی تاجیکی دری، روز زبان شکرین دری تاجیکی فارسی، روز تاریخ عبرت بخش ملت بزرگ تاجیک است. و شنوندگان عزیز، بینندگان محترم، باید یادآور شویم که محض فداکاری های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و فیض و برکت استقلال بود که ما گرد از روی دیوان مولانا تازه کردیم. ما مولانا جلال الدین بلخی را، این بابای بزرگ خود را آنگونه که میباید شناختیم و این جای شکر و سپاس است که همین عنعنه نیک، همین کاری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آغاز کردند باید ادامه داده شود و روز مولانا بار دیگر به تمام تاجیکان جهان، فارسی زبانان جهان و عاشقان آثار مولانا مبارک باد. من یک روبای مولانا را به خاطر شما بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز میخوانم که همچون یک وصیت، همچون یک تاکید به ما نبیرگانشان گفتند. میگویند که من بنده آن قوم که خود را دانند، هر دم دل خود را ز غلط برهانند، از ذات و صفات خویش سازند کتاب، فهرست کتاب را اناالحق خوانند. همین از ذات و صفات خویش سازند کتاب یک تاکید پدرانه، یک تاکید مرشدانه است به ما نسل امروزه ملت تاجیک. و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، یادآور میشم که بخشیده به روز مولانا ما با برنامه‌مان یکی از دانندگان آثار مولانا، یکی از مبلغان آثار مولانا، یکی از محققان آثار مولانا، ادبیات شناس و شاعر استاد علی خراسانی را دعوت کردیم. استاد عزیز، به برنامه خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. تشکر زیاد. و من بسیار میخواستم همچون محقق، همچون ترغیبگری آثار مولانا که یک عمر شما در ترغیب آثار مولانا مشغول بودید، چند سخن از باب مثنوی معنوی میگفتید، چون که چند لحظه پیش در پیشگفتار برنامه ما خواهر عزیز ما مثنوی معنوی را ستایش کرده، گفتند که من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. سلامت باشه. ما وقتی که درباره مولانا سخن میگوییم و مولانا را دوست میدانیم و مولانا جلال الدین بلخی را مدح و ستایش میکنیم، پیش نظر ما دست اول آثار به میراث مانده ایشان جلوه‌گر می شود. همین آثار به میراث مانده مولانا جلال الدین بلخی مانند مثنوی معنوی، دیوان کبیر، فیه ما فیه، مکتوبات باعث شدند که ما به مثنوی، به مولانا جلال الدین بلخی و روزگار و آثار ایشان مراجعت نماییم و از آن توانسته باشیم که استفاده کنیم. بله. مثنوی مولوی اساساً بعد از نوشته شدن دیوان کبیر به میدان آمده است. تاریخ پیدایش مثنوی معنوی را محققان خوب می‌دانند که این با تشبث یکی از مریدان مولانا جلال الدین بلخی، حسام الدین چلبی، از جوانمردان شهر قونیه بود آغاز می‌گیرد و حسام الدین چلبی به مولانا جلال الدین بلخی تاکید می‌کند که سرایی غزنوی فریدالدین عطار نیشاپوری از خود مثنوی‌های معنوی خوبی به یادگار گذاشتند. بله. چرا شما به این پهلوی همین چیز دقت نمیدید؟ شما که باز جهانه، پهنای جهانه، دیدی خودتان نسبت به جهان بیشتر و خوبتر در غزلهایتان افاده کرده اید. همه باعث می شود که مولانا جلال الدین بلخی به نوشتن مثنوی شروع می کند
و در 6 دفتر این مثنوی نوشته می شود. شروع می کند و دفتری اولی مثنوی معنوی انجام می پذیرد. در بیان فکر و اندیشه مولانا آزاد است و آزادانه اندیشه هاش بیان می کند. در این مورد حسام الدین چلبی و همراهانش آنچه مولانا از بیت اولی مثنوی که بیشنوازنای چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، تا آخری دفتری اوله نوشته می گیرند و وقتی که همان روز قسمتی از مثنوی را مولانا ارائه می داشت و شاگردان نوشته می گرفتند با تحت راهبری حسام الدین چلبی، بیگاهی حسام الدین چلبی این متن را برده در خانهش باز یک بار دیگر جا به جا کرده، تحریر کرده، روز دیگر می آورد به مولانا می خوند و باز ادامه مثنوی بود. بعدی ختم دفتر اولی مثنوی بناگاه همسر حسام الدین چلبی از دنیا در می گذرد. حسام الدین چلبی تقریبا 2 سال عزاداری می کند. در این 2 سال مولانا جلال الدین بلخی به مثنوی روی نمی آورد و بعد از آن که حسام الدین چلبی باز می گردد همچون مرید، همچون کمکگر، همچون یاردمچی به نزد مولانا جلال الدین بلخی، باز شروع می کنند دفتری دوم، دفتری سوم، دفتری چهارم و دفتری پنجم و نهایت دفتری ششم مثنوی معنوی را. درباره مثنوی معنوی، درباره 6 دفتری مثنوی معنوی در همه جا گفتند، ولی بعضی محققان بر آنند که گویا مثنوی معنوی در 7 دفتر گفته شده بود. در این باره خود مولانا جلال الدین بلخی میگوید که مثنوی معنوی او از 6 دفتر عبارت است و تاکید میکند که ای حیات دل حسام الدین بس میل می جوشد به قسم سادسی، گشت از جذبی تو چون علامه در جهان گردان حسام نامه، پیشکش به آرامت ای معنوی قسم سادیست در تمام مثنوی. قسم سادیست گفتن که خودشان تاکید کردن ششم، یعنی دفتر ششم مثنوی است که در تمام مثنوی میگوید. در اینجا تاکید میکنند یعنی مثنوی با همین ختم میشود میگوید. متاسفانه دفتر ششم مثنوی معنوی ختم نمیشود. در نیمه راه دفتر ششم مولانا جلال الدین بلخی 29 دکبر سال 1272 از عالم در میگذرند. روحشان شاد بود. استاد عزیز، من از شما سپاسگزارم به خاطر معلومات بسیار دقیق و در پیش ما و شما 6 دفتری مثنوی است که در شهر قونیه جمهوری ترکیه انتشار شده است سال 2008 به خاطر بزرگداشت، به خاطر ارجگذاری به آثار مولانا جلال الدین بلخی که در حقیقت وصلگری ملت‌های و نسل‌های دون کشورها بودند. و در این مثنوی معنوی یک بیت بسیار بلند است که از نام حضرت یوسف بخش میپرسم. حضرت یعقوب بود بفکرم که ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. موسی علیه السلام که مثلا میگن که ما نه در اینجا در تمام نسخه های دستخط و در تمام چاپ های مثنوی معنوی که در دنیا شده است آمده است که تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. تشکر. به هر شخص تاکید میکنند که انسان باید وصلگر باشد، بله. اتحاد بخش باشد. تشکر استاد عزیز. یکی از موضوعهای بسیار مهمی که در مثنوی معنوی تاکید شده است این موضوع پند و حکمت است. پند و حکمت مولانا در حقیقت یک هدایت نامه است. مثلا من به خاطر شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز یک حکمت مولانا رو میخوانم که از مثنوی است. میگن که گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. مثلا با امیدی خدا شدن و عمل نکردن معنا نداره، نتیجه نداره. انسان باید زحمت کشد، انسان باید زحمت کش باشد که به آرزوی دلش که درباره به این موضوع بسیار مهمی
تمام ادبیات دور و زمانهای فارسی تاجیکی روی بیاریم، من گفتنی هستم که مثنوی معنوی خوشبختانه باری اول به حروف کریلی تاجیکی در انتشارات زبان تهران به طبع رسید. باری دوم این مثنوی با حروف کریلی تاجیکی با پیشگفتاری شهرداری شهر کانیه‌ای جمهوری ترکیه انتشار یافت. باری سوم در سلسله 50 جلده‌ای اختران ادب در 3 جلد مثنوی معنوی چاپ شد و خوشبختانه امروز خیلی که ما میبینیم سالی 2022 با تشبث جناب عالی پرزیدنت جمهوری کشور مثنوی معنوی باری دیگر چاپ شد. این چه معنی دارد؟ این معنای آن دارد که با مثنوی معنوی با آثار مولانا جلال الدین بلخی زیاد روی می آورند. خواهشمندان طلبگاران زیاد هستند و این چاپ هایی که ما کردیم چاپ های خیلی اندکن، خیلی کمی اندرکمند. درست است. من امینم که بعد از چاپ شدن کتاب تاجیکان باباجان غفار برای مردم تاجیک اهدا شد از طرف جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حاضر داریم تیاری میبینیم برای چاپ شاهنامه فردوسی. درست. و بعد از این من باوری کامل دارم که جناب عالی پرزیدنت جمهوری کشور باز با کوشش و با غیرت خودشان با همت بلند خودشان مثنوی معنوی چاپ میکنند و به هر خاندان میرسانند. برای چی شاهنامه را تاکید کردند؟ برای چی تاجیکان باباجان غفور را پیشنهاد کردند که چاپ کنیم؟ این چیزها اگر یک تاریخی خلق تاجیک مکمل فرا گرفته باشد، دیگری در بوته خود در نهاد خود از وطن و وطنداری، درست است، ملت و ملت پرستی، درست، و خداگاهی، خاک خدا حفظ کردنی هر یک ملت بحث میکند. درست. و خاصه ملتی تاجیک، فارسی تباران و تاجیکان. تشکر استاد. من به خاطر عذر که سخنتون رو میبرم، به خاطر تاکید فکر شما از مثنوی یک بیت میبرم. مولانا میگن که همچنین حب الوطن باشد درست. تاکید میکنه همچنین حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناس ای خواجه نخست. بله. نکته جالب در چیست که پیشوای ملت تاکید کردن. بعد دیگه که سخن در باب اگر حکمت رواد استاد عزیز اونجا میگن که صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. مقصد من از آوردن حکمت آن است که هر قدر که ما با مثنوی نزدیکتر باشیم با همان از خود رو میشناسیم، زودتر میشناسیم. بله. و زیاده از این بعد از شاهنامه فردوسی در ادبیات فارسی دری تاجیکی شاه اثر دومی که است این مثنوی معنوی است. حق با شماست. اگر درست در شاهنامه ما وطن خواهی و وطن پرستی و وطن دوستی و حفظ وطن درک کنیم و احساس کنیم و در وجود خود حلول حل کنیم و اون مورد استفاده قرار دهیم، در مثنوی معنوی زندگی ما زندگی سازنده ما تصویر یافته است. درست است. و این شاه اثر هم چون شاهنامه فردوسی شاه اثری حال است. بله. حال به آن معنی است که هر روز به این کتاب ها مراجعت می شود، نیازمندان از آن چیزی می پردارند، آن چیزهایی که گفته شدن آنها را مورد استفاده قرار میدهند و به پیش می روند. درست است. و سازندگی های خود را زیادتر و خوبتر ادامه میدهند. همین چیزها هست که این دو شاه اثر، یکی شاهنامه دیگری مثنوی معنوی، در ادبیات ما بی‌مانند است. چرا؟ در ادبیات ما داستان‌های زیادی هستند. لیلی و مجنون ها هستند، اسکندرنامه ها هستند، خسرو و شیرین ها هستند و دیگرها، یوسف و زلیخا ها هستند. لیکن مقام و مرتبه این دو اثر
در ادبیات ما، در فرهنگ ما، نه تنها در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در ادبیات جهانی نظیر ندارد. درست. تشکر استاد. من به خاطر تقویت فکر شما باز رو میبرم به مثنوی. از مثنوی دلیل میبرم. خود مولانا میگن که نردبان آسمان است این کلام. بله. نردبان آسمان است این کلام، هر کی زین در میرود آید به بام. نه به بام چرخ که اخضر بود، بل به بام کز فلک برتر بود. تاکید ببینید و در حقیقت همین کلمه است. کسی که بامی که کز فلک برتر بود بام زندگانی است، بام روزگار است، بامی است که نه هر آینه مولانا تاکید میکنن که اگر خواهی به خودت برسی رستگار دو دنیا باشی با مثنوی باش. با مثنوی باش. نردبان آسمان است. این یک فکر عادی نیست. و به شما تشکر. با دیگر جنبه های عرفانی تصوفی و عرفانی و این چیزها خیلی زیاد است که اینها اصلا که در مثنوی معنوی زیاده از 2800 موضوع را دریافتند. درست. بله، موضوع های زیاده دریافتند و همه اینها چطوری که در اینجا سوال دادید درباره اندیشه های پند و اخلاقی مولانا جلال الدین رومی در مثنوی، هر بیتی مثنوی به گمان من که یک پند است، یک حکمت است، یک پند است، یک چیزی است که از آن نیازمندان خوانندگان چیزی برای خود میگیرند و با اندیشه فرو میروند و زندگی خود به طور شایسته و بایسته تر میسازند. سلامت باشید. استاد عزیز، من از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب. اینه که یک نکته بسیار مهم است. مولانا میگویند که شاید کسی دیگه گفته باشد هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد ملای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. من بسیار میخواستم بعضی نکته هایی هست که در بین مردمی ما عموما هر روز ناروشن است در بابت موقع شمس تبریزی، مولانا شمس تبریزی و ارتباط مولانا با شمس تبریزی. من میخواستم در همین با شما نقطه نظر خود رو میگم درباره مناسبت مولانا و شمس تبریزی، مناسبت ایشان و چطوری که در کتاب‌های تحقیقات دایر به مولانا جلال الدین بلخی گفته شده است. گویا مولانا جلال الدین بلخی بعد از درگذشت پدرشان با برهان الدین سلطان در لب جوی نشسته برای درس نبوتی خود تیاری می‌دیدند، چون که بعد از پدرشان نشسته بودند با کرسی تدریس معلمی نشسته بودند و ما ناگهان از پهلویشان همین شمس تبریزی که میگوییم یک مردی جولیده حالی با ریش و پریشانی با کالاها با لباسهایی جنده میگذرد و میگوید چه میکنی؟ میگوید کارت چی؟ کار تو چی است؟ به من چی میکنم؟ اون کتاب هایی که در پیش مولانا قطار ایستاده بودن میگیرد به جوی میپرتاید. شمس تبریزی چی کاری که کردی؟ میگوی تو برای من این کتاب های بسیار قیمت بودن. گشته شمس تبریزی اون کتاب های از روی آب میبردارد و پیش مولانا جلال الدین بلخی میماند که همش پاکیزه خاک است و از آب آسیبی ندیدن. همه چیز باعث میشد که مولانا از درس و تعلیم و تدریس دست میکشد و از دنبال شمس تبریزی میشود. شمس تبریزی رفتن میگیرد، از دنبالش میشه، خواهش میکند که تو کیستی، تو چیستی، تو چی کراماتی داری که این کار را کردی. و نهایت به خانهش میبرد، مولانا به خانهش میبرد و آنها به قبل نگاشته تاریخ نگاران و عموما تذکره نگاران و تاریخ نگاران و آنهایی که با مولانا جلال الدین بلخی سر و کار داشتند میگویند که مولانا جلال الدین بلخی و شمس تبریزی 40 روز چله نشینی کردند، از در بیرون نبرآمدند و در این 40 روز در بین آنها چی شد و چی گذشت خودشان میدانند و آفریدگاری عزوجل. همین باعث میشد که مولانا جلال الدین بلخی میگذرد به اندیشه های فلسفی، به شعرگویی و شروع میکند
دیوانی کبیر خود را تشکر که استاد. زیاده از 42,000 بیت است. دیوان کبیر 42,000 بیت است. به همین معنا دیوان کبیر میگویند. به همین معنا دیوان کبیر میگویند. تشکر استاد عظیم. از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و یک تاکید بسیار خردمندانه دوراندیشانه. بسیار یک اشاره نازک کرده شما و نمک شناسی مولانا را ببینید که تمام آثار خود را به پیرشان بخشیدند، به شمس تبریزی. و آنچه گفتن ای شمس تبریزی بیا در جای جان داری تو جا. یک تاکیدایی که مثلا آدم که میخواند دلش از احساس افتخار پر می شود. و من بسیار میخواستم وابسته به همین چیز استاد عزیز نقطه نظر شما رو در بابت غزل‌های مولانا بفهمم. غزل مولانا در بین غزل مولانا و غزل‌های استاد رویتکی یک ارتباط بسیار. غزل مولانا غزل هم از جهتی ساخت، هم از جهتی موضوع محتوا و هم از جهتی آهنگناکی. این غزل خود مولانا جلال الدین بلخی است. درست. که شاید تحتاب آن با اندیشه و با فکر و با بیان مولانا جلال الدین بلخی شمس تبریزی وارد کرده باشد. درست است. و وقتی که ما روی میاریم به دیوان کبیر 42,000 بیت است و خوشبختانه این بار اول سال 2007 2009 در 4 جلد به کریلی تاجیکی با پیشگفتار مفصل و تهیه و تدوین این جانب به چاپ رسید. در میابیم که تا جای تاریخ نوشته شدن غزل‌های مولانا جلال الدین بلخی در زمینه اون که بیشتر در حسن مقطع تخلص شمس تبریزی را میارد، معین کنیم که در بین کدام سالها نوشته شدند. این هم چیزی بسیار مهم است. و از زیاده از این وقتی که شمس تبریزی یک بار غایب میزند و مولانا جستجو کرده اون در بغداد پیدا میکند، دوره دوم غایب میزند و کسی نمیداند که شمس تبریزی کجا شد. بله. اینا البته دشمنان شمس تبریزی میکردند و نمیخواستند که شمس تبریزی مولانا را با راه خودش بره. تشکر استاد. یک چیز دیگر است. وقتی ما درباره غزل‌های باز مولانا جلال الدین بلخی صحبت میکنیم و سخن میآراییم، یک چیز دیگر را باید گویم که بعد از آنکه شمس تبریزی باری دوم غیب زد و کسی هر قدر جستجو کردن پیدا نشد، تقریبا 2 سال و شاید کمتر باشد شاید زیادتر جلال الدین بلخی از گفتن شعر و غزل دست کشیدن. و روزی در بازار قونیه از رسته زرگران میگذشتن. از رسته زرگران میگذشتن که آهنگی چکشی زرگری به گوششان چنان فارم چنان شینم میرسد که گویا که اونی که چکش زده کدام یک حلقه یا دستبانه یا یکون چیزی زیبایی از طلا می ساخت، به مانند سرود با آهنگش ساخته ایستاده است. می بیاد می شند. و زرگری که بود این صلاح الدین بود. صلاح الدین زرگر رو بپرسد مولانا برایتان یکون خدمتی کنم؟ بگوید نه، کارت ادامه دادن گیر. وقتی کارش ادامه میدهد و چکشه برای همون طلا میزند و برای همون سنگ قیمت‌ها میزند و بعد کارش کردن میگرد تمام میکند، میگوید که ادامه ده. میگوید که نمیگوید. مولانا میگوید من کارم تمام کردم. میگوید اگر از این زیادتر اینجا چکش زنم این طلا پاره پاره می شود و از این چیزی نمی باند و صاحب طلا از من چی می شود؟ دامنگیر می شود.
مولانا میگوید که هر قدر چیزی که مصرف میشن من برایت میتیم باز چکوشت همون طوری که هست ادامه ده. از همونجا به خانه برمیگردن و چندین غزل خود در حسن مقطع با تخلص صلاح الدین میگوید و همین چیزها نشان میدهد که غزلهای اولی مولانا کدام بودند و غزلهای بعدی که با تشبوسی صلاح الدین زرگر اینها ایجاد کرده است بدتر است. درست. بدتر است. بعد از غیب زدن دوباره شمس تبریزی همینطور درباره محتوای غزلیات مولانا که بیشتر آهنگ ها داشتند، غزل هایی که سرودگونه هستند. بله بله. و همین رقص سماع مولانا جلال الدین رومی هم همین است. و یکی از شاگردان مولانا جلال الدین بلخی می نویسد که مولانا جلال الدین بلخی در حولیشان شاهستون داشتند و دستشان رو می داشتند و با یک دست دیگرشان سما می رفتند و غزل گفته رفتند دیگه غزل هایشان. و باز هم اینجا همون شاگردان همون حسام الدین چلوی آنها بودند که اینها را روی کاغذ می برداشتند. درست. و این زحمتی مولانا جلال الدین رومی با تشبث شاگردانشان خوشبختانه امروز پرره و ما رسیده آمده است. و حکمتی آثار مولانا بخصوص مثنوی معنوی آن است که میگوید که سیل آمد و برد خفتگان را، سیل آمد و برد خفتگان را، من تشنه بودم نمی قنودم. درست. آنهایی که بی‌پروا بودند از این جهان و از اون جهان بی‌خبر بودند دیگر در خواب غفلت هستند، لیکن من دائم دل من دائم بیدار است که این دنیا بیدار که بودم خواب مرا نربود برده نتوانست. درست. تاکید به بیداری. این دنیا چه خیل باشد و اون دنیا چه خیل چطور باشد و همین چیزها منو واداشتن که من خودم از سیل رهایی کنم. از سیل رهایی کردن این معنی و گمانم اون دارد که من شب و روز در قرائت بودم، در آموزش بودم، در ایجاد بودم. یا به خاطر تاکید فکر شما بخشی که سخنتون میبرم یک بیت دارن مولانا خودشون میگن که حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست. حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. این بسیار تاکیدی به مولانا. بله همین. بعد یک چیز دیگر آن است که ما مردم میگردیم زندگی میکنیم، میگردیم، میخوریم، میپوشیم، میخونیم، لیکن مولانا میگویند که خلق را زیر گنبدی دوار، خلق را زیر گنبدی دوار، چشم ها کور دیدنی بسیار. انا همون دیدنی های بسیار در مثنوی معنوی به خاطر سازندگی زندگی تاکید یافته است و ما را هشدار می‌دهد، ما را بیدار نگاه می‌دارد و ما باید از این همه جانبه مورد استفاده قرار دهیم و زندگی خدا هرچی بهتر و بیشتر گردانیم. تشکر استاد عزیز. من از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب. یک چیز من به خاطر تقویت فکر شما یک روبه از مولانا میخوانم که تاکید فکر شماست. مثلا هر قدر که ما با مولانا باشیم به همان اندازه به خود میرسیم. میگن که خواهی که در این زمانه مردی گردی و در ره دل صاحب دردی گردی، روزان و شبان به گرد مردان میگرد، مردی گردی چو گردی مردی گردی. بله. از شما سپاس دادم. من از شما سپاسگزارم. بعد اون چیزی که شما گفتید که محض شمس تبریزی سبب شدن که غزل‌های مولانا شور گرفتن، آتشین شدن، پخته شدن، در حقیقت چنین هم است. و در یک بیت میگویند که همت پیران دلیل ماست هر جا میرویم، قوت پرواز چون تیر از کمان داریم ما. بسیار فکر تاکید است، فکر جالب است. داداش من از شما سپاسگزارم. و غزل‌های مولانا در حقیقت مثل مثنوی معنوی هدایت نامه اند، آینه روزگار انسان هم که ما با آن خود را میشناسیم. بله، ولی متاسفانه تا به امروز به طور شایسته و بایسته ما تنها اطراف مثنوی معنوی، اطراف دیوان کبیر، اطراف فیهی مافیهی و مکتوبات مولانا میگردیم. هنوز ما داخلی این شور، این قیام، این بحر بیکران، این
دریای همیشه جاری نگردیدیم درست. که من بعد باید به این چیز اهل تحقیق دقت دهند و ما پیش از آن که میگوییم که اهل تحقیق به این دقت دهند، ما باید با مولانا جلال الدین بلخی که فرزند خود خواندیم، از بخشان زمین تاجیک فرزند ملت بزرگ تاجیک خواندیم، ما باید حتما کلیات مولانا جلال الدین بلخی به تعداد زیاد چاپ کرده بین مردم پهن کنیم. عالمان برای عالمان میگویند، لیکن مردمی دیگر، مردمی عادی در جمعیت بوده، مردمایی در جمعیت زندگی و کار و روزگار داشته، چیکار میکنن؟ اینها باید از اصل درست چیکار خودی در مثنوی معنوی مولانا میگوید که ما میگوید از دیده ها که ما را فریب میدن، از شنیده ها که افسانه مانند است استفاده نکردیم. ما از نسخه زندگی استفاده نکردیم، ما زندگی روی دفتر مثنوی آوردیم. درست. این چیز مهمترین اندیشه است. درست، حقیقت است. تشکر استاد عزیز. شما در بابت غزل گفتید، درباره مثنوی گفتید. من به خاطر بینندگانی عزیز، به خاطر شنوندگان گرانقدر معرفت پرور از یک غزل مولانا یک چند بیت میخوانم. غزل عرفانی است، اما با وجود عرفانی بودنش غزلی است که هر روز ما باید همین غزل خوانیم، هر یک انسان باید خواند. میگن که و درباره اتحاد، مثلا اتحاد، برادری، انسان باید نوابسته با ملت و مذهب و وقت باید که ترغیبگری دوستی و رفاقت و برادری باشد. ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست. چون ملک و پادشاهی دیده باشی، پس از شاهی گدایی مصلحت نیست. شما را به شما میخواند آن یار، شما را این شمایی مصلحت نیست. جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی، در این بحر آشنایی مصلحت نیست. این تاکید ببینید، جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی. تو در جو شنا نباید کنی، تو باید به بحر درآیی، به بحر خودشناسی، به بحر معرفت، به بحر علم، به بحر دانش. و همین جایی که ما رو به بحر معرفت و خودشناسی هدایت میکند آثار مولانا است. خود همین آثار مولانا بحر است. در یک بیت مثنوی میگویند که گر بریزی بحر را در کوزه، چند خونجد قسمتی یک روزه. اگر ما مثلا وابسته به همون قدرت ما امکانم از مثنوی، از آثار مولانا، از دیوان کبیر بهرور شویم، به همان اندازه خود را میشناسیم و به خاطر ملت خود فرض و زیاده از برای خلق، برای ملت، برای وطن خدمت میکنیم. البته یک جایه در همین زمینه ما اگر خودمان شناخته باشیم، البته وطن میشناسیم، ملت میشناسیم، آفریدگار رو میشناسیم و خودشناسی ما خداشناسی ماست. درست. حق با شماست استاد عزیز، حق با شماست. تمام. قبول. بعد استاد عزیز یک نکته بسیار جالبه که شما تاکید کردید، قدردانی کردن آثار مولانا است. ما باید قدردان باشیم. زحمت‌هایی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این باب کشیدن، هر لحظه ما باید فراموش نکنیم، هر لحظه باید تاکید کنیم. چون که ما امکان نداشتیم که مثنوی اینقدر دسترس باشه و همه امکان هم نداشت. وقتی که درباره مثنوی، موقع مثنوی و معتبریت مثنوی سخن میگوییم و میگوییم که مثنوی معنوی پیوسته نشر می شود، انتشار می یابد و خوشبختانه امروز در اون طرفی اقیانوس دنیا، در امریکا، در دیگر جا مثنوی را زیاد می خوانند و مثنوی به آثار مولانا جلال الدین بلخی نیاز می آورند. همه باعث شده است که برای مردم تاجیک به حروف کریلی تاجیک به حروف کریلی تاجیکی سال 2021 بله. در انتشارات زمانی ایران این اثر با زحمت این جانب مبشر اکبرزاد و بحریدین علوی انتشار یابد. بار دوم چخیلی که دیدید من در اینجا در 6 دفتر با پیشگفتار حاکمی شهر قونیه با حروف کریلی تاجیکی چاپ شود و باز 2 بار در تاجیکستان نشر شده است. و وقتی که ما درباره چاپ های نیکلسون و
محمد استعلامی که میزنیم یک چیز دیگر رو باید به اینابت گرفت که این دو جوانمرد کاری خوبی رو انجام دادن. چاپی مثنوی معنوی نیکلسون انگلیس، چاپی مثنوی معنوی محمد استعلامی ایرانی، اینها چاپ های خوب هستند. ولی یک سال پیشتر من خوشبختانه در گنجینه میراث خطی به نام اکادمیک عبدالغنی مرزویفی، مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان نسخه از مثنوی را دریافت کردم. این مثنوی معنوی 27 دکبر سال 1459 کتابت شده است و کتابتی آن در هرات شده است در زمانی که سلطان حسین بایقرا حکمرانی میکرد و در زمانی که امیرعلی شیر نوایی وزارت میبرد و در زمانی که مولانا عبدالرحمن جامی شهرتی بی اندازه داشت و گمان میکنم که این دستخطی یکی از دستخطهای بهترین است که در تهیه آینده متن علمی انتقادی مثنوی معنوی خدمتی خدا خواهد گذاشت. درست است. تشکر استاد عزیز. من به خاطر تقویت فکر شما یک رباعی از مولانا یادآور میشوم، روحشون شاد باد. میگن که این رباعی است که مثلا ما باید هر روز ورد زبان داشته باشیم. بله. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی، پاکیزه شو و راست بزی علم آموز. تاکید ببینید، پاکیزه شو و راست بزی علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. اکنون اگر به فکر من شما البته راضی میشوید، بزرگی مولانا در آن است که آنچه که تا مولانا بود آموختند، در زمینه همون افکار سازنده ملت بزرگ تاجیک ایجاد کردند. بله. مثلا اگر همین نمی بود، اما تحکرسی نمی بود. تاثیرگذاری پیشینیان. بله. تاثیرگذاری پیشینیان بود که بله. اون اندیشه های همیشه مولانا جنبش کردند. سلامت باشید. از تمام آثار کلاسیکون، از دسترسشان، از آثار بازمانده رودکی به بعد بسیار فراوان، بسیار خاطرمان و بسیار خوب استفاده کردند. تنها از شیخ فریدالدین عطار خیلی بله. زیاد حکایت و قصه های مورد استفاده قرار داده در همین مثنوی معنوی جای دادن. درست. و استاد از یک شعبه خودشون هست که میگن که عطار ره بود و سنایی دو چشمی او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. یک تاکید بسیار جوانمردانه. این تاکیدها در دیوان کبیر مولانا جلال الدین بلخی خیلی زیاد هستند. شنوندگان عزیز، یادآور میشم که شما صحبت ما رو با ادبیات شناس شاعر استاد علی محمدی خراسانی شنیده استید وابسته به روز مولانا جلال الدین بلخی و این صحبت بسیار آموزنده استاد بعد گزارش بعد برنامه اطلاعاتی اخبار و ادامه خواهد یافت و حتما ما بعد برنامه اخبار صحبت رو با استاد ادامه خواهیم داد. بعد استاد از یک نکته بسیار مهمی که در بابت قدر کردن مولاناست و استقلال ماست. استقلال، اگر استقلال نبود، اگر فداکاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نبود، بله. ما از مولانا ما وقتی که الکای خود ما آزادی به دست خود ما گرفتیم، ملت و خلق و وطن خود ما آزادی خودشونه، راه خودشونه، روش خود به دست گرفتیم، ما با آثار کلاسیکان بسیار همه‌جانبه با دستگیری جناب عالی محترم امام علی رحمان روی آوردیم. خودی چاپ کردنی 50 جلده سلسله اختران ادب این کار سهل و آسان نبود. این مردم گرفته در رفهای خانهشان ماندن، ولی برای هر یک حرفیان که از دستخطها، از آثار قدیمه، از تذکره ها، از دیگر کتاب های تاریخ و فرهنگ جمع آوری کردند و چاپ کردند، این کار سهل و آسان نبود و این چیزها باعث شد که 50 جلده اختران ادب که این جانب اون سال 2000 پیشنهاد کرده بودم و هر جلدی آن باید 30 جزء چاپی بشد، این هم تقسیم کرده دادیم و خوشبختانه چاپ شد و در آینده امیدوارم که کلیات مولانا جلال الدین بلخی به دست خواننده تاجیک رسد و از این هرچی از پیشتر بیشتر بهره یاب گردند و
سود جوید. حتما چنین خواهد شد. دنیا با امید. بار دیگر سلام شنوندگان عزیز، بینندگان گرانقدر. شما صحبت ما را با ادبیات شناس، شاعر، یک از محققان آثار مولانا جلال الدین بلخی، استاد عزیز و ارجمند علی محمدی خراسانی شنیده ایستادید و برنامه ما ادامه دارد و ما بار دیگر از نام تمام کارمندان رادیوی تاجیکستان، تاجیکان جهان، فارسی زبانان جهان، تمام عاشقان مولانا را با روز مولانا جلال الدین بلخی، این شاهپسر بزرگ ملت تاجیک تبریک میگوییم. تکرارا میگوییم که روز مولانا روز بزرگداشت زبان مقدس تاجیکی فارسی دری، روز بزرگداشت ادبیات عالم شمول فارسی تاجیکی دری است. و استاد عزیز آنچه که شما گفتید ما شما سپاسگزاریم و در حقیقت مولانا از استقلال گفتید، از خودشناسی گفتید، از زحمت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گفتید که هر یک تاجیک باید همین زحمت‌ها را فراموش نکند. من یک از مولانا یک دلیل می‌برم برای تقویت فکر شما. یک ربایی دارم مولانا میگن که تا کاسه دوغ خیش باشد پیشم، تا کاسه دوغ خیش باشد پیشم، والله که زی انگوبین کس نندیشم. گر بی برگی به مرگ مالت گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم. بود چقدر قسمتی آزاد ارزش آزادی رو در همین ربایی تاکید کرده. من بسیار می‌خواستم در این در همین ربایی مولانا جلال الدین بلخی به نفس مراجعت میکند. نگاه داشتن نفس چیزی از همه مهم است. نفس است که آدم به بیراهه میبرد. درست. برای همین همون کاسه دوغ بهتر از شهد و شکری دیگرها است. با همین چیزی اندکی خود قانع بودن این معنی آن دارد که انسان مرد فرد خودش میشناسد، جای خودش، موقع خودش، مقام خودش میشناسد. تشکر. همین چیزها در قصه های زیادی که در مثنوی معنوی جای دارند خیلی زیاد آمده است. و اینجا بینید که نوشته ما در مقدمه که مولانا در ایجاد مثنوی شاعری است با دید و تفکری علمی. درست. بینش وی در سراسر مثنوی بینش است عالمانه و او خواسته است با همین راه علم را با هنر بپیوندد و در این راه توفیق هم یافته است. درست. 100% بله، مولانا با دید عالمانه به مسائل می نگرد و تجربه را پایه کار و اندیشه خود قرار می دهد و به دیگران هم این را تاکید می نماید. او به چشم چندان اطمینان ندارد، شنیده ها را هم باور نمی کند. به اندیشه او چشم فریبنده و شنیده ها افسانه بیش نیند. در این مورد تجربه می تواند به اثبات مسائل موجوده یاری رساند. همین اگر ما به علم های دقیق توجه کنیم، تجربه اساسی همه دستاوردهای اهل علمی دقیق است. بله. جلال الدین بلخی در مثنوی نه از نسخه بلکه از اصل زندگی سخن میگوید و بیشتر حقیقت حیات را به تصویر میکشد. قصه بازرگان با طوطی محبوس اوی به یاد میاریم. قصه مکر خرگوش بر شیر را به یاد میاریم. درست. رفتن روباه به خدمت شیر و شکار را به یاد میاریم. حکایتی به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خیش از دفتر اولی مثنوی معنوی. درست. خودی همین چیز بگیرید. روزی همسایه کر از همسایش میپرسد که چرا همسایم نمی نماید، کم نما است. میگوید که مریض شده است. میگوید اگر مریض شده باشد باید به عیادتش رسید. وقتی که به عیادتش میرسد و این کار چندین سوال میگوید این چی؟ این کسل مریض میگوید که من این خیلی مریض شدم، اون خیلی مریض شدم، این طور شدم، اون طور شدم و خدا الهی شفا بخشده. این اون کار اون چیزها رو نمیفهمد و به همش برعکس جواب میده. خود این بسیار یک حکمتی بلند است. یا همین قصه بازرگان و طوطی محبوس او. بازرگان میگوید که من به هندوستان رفته ایستادم
باید که برای شما اون سابقه بیارم میگن و تمام خادمانش البته برای چی سابقه بیارم و توتی میگوید که سلام من رسون پس توتی میگوید که بله سلام من رسون و وقتی که بازرگان به هندوستان میره و توتیان رو جمع میکنه میگوید که از کشوری عرب برای شما توتی از همجنسان شما سلام رسون یک توتی میافتد از شاخ درخت و به زمین به حالت مرده خود میاندازد بازرگان از این ملول میشه و زیخ میشه ملول میشد میگوید که بیهوده این گپا گفتم کاش که میگفتم که یک توتی نابود شد و وقتی که بازرگان به دیارش برمیگردد و این حکایت به توتی خود میگوید توتی خود در درون قفس میافتد و گویا که خود را به مرده میاندازد و این توتی در قفس بوده درک کرده است که برسان که همون توتی چون من خودش به مرده اندازد انشالله به مرادش میرسد و آزاد میشود یعنی این بسیار با یک رمزی بسیار عبرت بخش و آموزنده. استاد عزیز تشکر برای تفسیر بسیار زیبای جالبتون. یک نکته بسیار مهم است که در آثار مولانا است قدر انسان و دل انسان. مثلا مولانا در یک بچه میگن که اگر 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی اگر 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دل بیازاری. بله. این یک اون دل پرستی و انسان پرستی از این زیاد نمیشود. دیگه یک نکته بسیار مهم است که تا اون مرحله که ما دل پرست شویم مثلا دل شناس شویم مرحله ها رو باید طی کند انسان. یک بیت دیگر دارم میگن که 1000 ساله راه است از تو تا مسلمانی 1000 سال دیگر تا به حد انسانی. یک من میخواستم در همین باب نقطه چون که همین موضوع برای ما بسیار مهم است برای تمام بشریت مهم است. این باز به همون مسئله اساسی زندگی برمیگردیم و مناسبت و معامله انسان ها رو در آن به نوبت میگیریم و طوری که گفتند در عرفیت حج نرو دل را دریاب. تشکر استاد. یه لحظه شنونده در خط تلفن قرار دارد. الو لبای. الو متاسفانه ارتباط علاقه کنده شد. استاد عزیز از شما بخشش میپرسم حج نرو برو دل را دریاب. برو دل را دریاب. این همون البته مولانا جلال الدین بلخی در شناخت انسان در معین نمودن هستی انسان در رفتار و کردار و آداب و اخلاق انسان در پندار و در گفتار و در رفتار انسان که از اوستا آمده است از اون البته منشأ گرفته درست است منشأ گرفته است و همه وقت کوشش بر آن کرده است که انسانی کامل را صفت کند. درست. انسان ناکامل را با حرفهای ناسزا با گفتن سخنهای پست از میان بردارد و کوشش کند که انسان کامل شود. وقتی که انسان کامل شد دل انسان هم کامل می شود وجود انسان هم کامل می شود و عقل و ذکاوت و فراست انسان هم کامل می شود و همه این چیزها به آن برده می رساند که انسانی کامل باید در روبروی خود باز یک انسانی کامل دیگری را بیند. درست. و چطوری که در بخش پیشتر گفته بودیم مرد باید با مرد نشیند. بله. مرد باید با نامرد ننشیند و در همین زمینه به جوانان به نوسفران راه زندگی به آینده‌داران راه زندگی تعلیمی با دانشمندان با خردمندان با مردان ظریف با مردان دانا نشستن را تلقین میکنند. چون که اگر جوان باشی با کلانانی که آنها سازنده هستند با آنها نشینی تو هم آینده پیروی آنها میشی. ولی لیکن اگر جوان باشی و با آدمانی بیراهه با آدمانی که از راه و روش زندگی دورن اگر با آنها نشینی
تو به پستی میروی. درست. بلندی و پستی زندگی در همین جا تاکید میکنم. من به خاطر فکر شما باید پر شعر میخوانم. میگن که روحشان شاد باد، با بدان کم نشین که صحبتی بد گرچه نیکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. و در حقیقت همین خیلی هم هست. و تشکر استاد عزیز. به خاطر آنکه یک انسان مثلا خودشناخته باشد، یک انسان به قدر زندگی برسد، به قدر هموطنان برسد، به قدر انسانیت برسد. بخش استاد شنونده در خط تلفن قرار دارن. الو لبای میشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام. گپ زنید. روز زیبا برای شما بخیر و شادمانی باشد. فیضلی هستم، همصحبت شما از ولایت سوق زنگ میزنم. مهمان برنامه شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و تمام کارمندان رادیو تاجیکستان و همه شنوندگان و مهمان گرامی شما رو در این روزی بزرگی، روزی جلال‌الدین رومی بلخی تبریک و مبارکباد میگویم. سپاسگزاریم. سلامت باشید. تشکر. واقعا این فخر ما هست که ما مردمان فارسی زبان چنین یک شاعری بزرگ را داریم و از مثنوی معنویش بهره میبرداریم به خود. اگر در وصف این شاعری بزرگوار هر چی سخن گوییم، هر چی تعریفش را کرده باشیم و وصف ایجادش را کنیم باز هم کم است و زبان عاجزی میکند که دایر و این شاعر بزرگوار سخن یازیم که براش ارزنده باشد. درست. آفرین. من به همین معنی میگویم که در یک غزل خودم آوردم که بیش یا کم نصیبه تجار می رود کاروان از این بازار، می رسد کاروان نو از ره سوی بازار تا رساند بار. آمد و رفت رفتن و آمد کی شماریدند این مقدار، لیک بازار در رویش خود آمد و رفت را کند تکرار. نقدی بیش آن کسی به دست آرد کو نمود صبح را بیدار، راه خورشید را اگر پاید کمتر از مست باشد آن هوشیار. جوش بازار و دیه و گیر و دار، کیست چابک سواری این بازار؟ کیست کو پیشتر دود از وقت، کیست کو بر همه رساند بار؟ نان آبی نخورده کم مانده است، کارهایی نکرده بسیار. ما بله گفته میتوانیم که حالی ما در اطراف آثار مولانا و شخصیت مولانا دور میزنیم. ما باید از جوی، از رود به بحر و به اقیانوس درآییم. این اقیانوسی آثار مولانا جلال الدین بلخی بسیار بسیار بزرگ است، بی پایان است و اون گنجینه هایی که در داخلی این اقیانوس است، اون ما باید بیرون کشیم و مورد استفاده خودمون و خلق عزیزمون و همه آنهایی که به مولانا جلال الدین بلخی روی می آورند و به مولانا جلال الدین بلخی نیاز دارند بگذاشته باشیم. تشکر سید علی برادر عزیز. ما شما سپاسگزاریم که به برنامه ما پیوسته و به خاطر شما، به خاطر دل زیبای شما از مولانا روبایی میخونم، هم به خاطر استاد علی محمدی خراسانی، هم به خاطر شما، به خاطر دل زیبایتان و افتخار بلند تاجیکانتان. مولانا میگن که بازا هر آن که هستی بازا، 100 بار اگر توبه شکستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. بزرگی ببینید، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. مثلا پیش مولانا آمدن، به دنیای غزل و آثار مولانا آمدن، به عالم عشق و اخلاص و ایمان آمدن است. و شما سپاس بسیار برادر عزیز، سپاس بسیار. ما تمام تاجیکان دینو فخر میکنن که چنین بابای بزرگ، چنین شاعری بزرگ دارند. سپاسگزاریم از شما. اگر یگان اندیشتان باشد مرحمت. استاد عزیز، سپاس از شنونده عزیز، از برادر عزیز ما، از هموطن ما. اون نکته که شما تاکید کرده، در حقیقت آثار مولانا یک بحر است، بحری بیکنار است. اما مثلا از بحر بیکنار هراسیدن، به این بحر نزدیک نشدن ممکن نیست. ما باید حتما نزدیک شویم، دردانه جوییم، چون که امروز امکان داریم. مثنوی معنوی به خط کریلیک چاپ شد، دیوان کبیر چاپ شد، روبایه هاشون چاپ شد،
فیه ما فیه چاپ شد، مکتوب‌هاشون چاپ شد. از شما سپاسگزاریم، از همکاران شما، از عالمان تاجیک سپاسگزاریم که همین زحمت‌های برداشت. ما سپاسگزاریم از شما، از تمامتون سپاسگزاریم که این کاری بزرگ رو شما انجام دادید. باز تکرار میگم اینم از فیض و برکت استقلال و فداکاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. شما در حقیقت صداقت خود رو با پرزیدنت و تاجیکستان مقدس نشان دادید، چون که قدر کردن یک شاعر قدر کردن ملت است، قدر کردن استقلال است. و این نکته رو و خاصه شاعرانی که چون رودکی و فردوسی و مولانا و عطار و مولانا عبدالرحمن جامی و سیدای نصفی و دیگرها باشند که آنها هم در وقتش اونقدر آثار نوشتن، آثار حال نوشتن. چه که من پیشتر گفته بودم آثار حال معنی اون دارد که این آثار هیچ وقت با گذشت تاریخ هرچی و ما نزدیکتر می شود و دورتر نیم، هرچی زیادتر ما گره های این آثار رو میکشاییم و به مردم پیشنهاد میکنیم و مردم رو با این آثار می آگاهانیم. شعر مولانا جلال الدین بلخی شعر است که برای هر روزی ما رضای بلندی معنوی میدهد. درست، مثل آب و هوا. تشکر استاد عزیز. من به خاطر تکبت فکرم شعبان میخونم. این و شفیعی های اثر گفته است، میگوید که همین شعر یک نعمت بسیار بزرگ است که شهدی که دلت را نزند در شکری ماست. شفیعی اثر میگوید که شعر است که در صحبتش افسردگی نیست، شعر است که در صحبتش افسردگی نیست، شهدی که دلت را نزند در شکری ماست. و خوانی معنی مولانا جلال الدین بلخی انمیخل دسترخوان که از آن یگان شیرین است، به حد شیرین است. و اگر محمد اقبال گفته باشد که گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است، انمی اشاره به آثار مولانا هم هست. چون که محمد اقبال بزرگ میگوید که در یک حکمتش در یک بچه میگوید که مرا از منطق آید بوی خامی، دلیل او دلیل ناتمامی، برایم بسته درها را کشاید دو بیت از مرشد روم یا جامی. مرشد روم بابای ما و شما جلال الدین بلخی بودن. بعد دیگر هم باز مولانا محمد اقبال لاهوری می‌نویسد که نکته ها از پیر روم آموختم، خویش را در حرف او واسوختم، باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم. درست است. روح شاد بود اقبال، روح شاد بود که اینقدر مهر، اینقدر اخلاص به باباهای ما، به ادبیات ما، به زبان مادری ما داشتن. این در حقیقت یک درسی عبرت است برای جوانان ما که صداقت بیاموزند، نمک شناسی بیاموزند، فرهنگ پروری بیاموزند. و شنوندگان عزیز، شما صحبت ما را با ادبیات شناس شاعر استاد علی محمدی خراسانی شنیده استادید. چخیلی که چند لحظه پیش یک برادر هموطن ما زنگ زدند. اگر مثلا شما یگان سوال دارید با استاد، یگان درخواست دارید وابسته با آثار مولانا، دایر به اندیشه های مولانا که یک بحر است، چخیلی که استاد تاکید کردن و ما هنوز آنچه که مولانا گفتند درک نکردیم و هنوز از اسرار سخن مولانا آگاه نیم. با آن معنا که شیخ زاده میگویند که چه دانند مردم که در جامه کیست، چه دانند مردم که در جامه کیست، نویسنده داند که در نامه چیست. بله. به این معنا ما باید جدی‌تر رو بیاوریم به مولانا. درست. سلامت باشید استاد عزیز. ما از چخیلی که در آغاز برنامه گفتیم از مولانا جلال الدین بلخی یاد کردن، از تاریخ عبرت بخش ملت بزرگ تاجیک یاد کردن است، از خراسان بزرگ یاد کردن است، از کابل عزیز، از هرات، از غزنه، از بلخ، از مزار شریف، از بامیان، از بخش خودم یاد کردن است، از تاریخ بزرگ ملت تاجی یاد کردن است و قرض انسانی امروزه ماست که یاد آوریم. آنگونه که مولانا عبدالرحمن جامی میگه به عبرت ز پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد کن. و بار دیگر من روز مولانا را، روز مولانای بزرگ شاه پسر ملت تاجیک را به تمام تاجیکان جهان، به تمام فارسی زبانان جهان تبریک میگم. و استاد عزیز هم یک نکته بسیار مهمی که در وابسته به روزگار مولانا جلال الدین بلخی است و همین اندیشه های عمومی جهانی داشتن شما است. شما گفتید که در امریکا مثنوی معنوی چند سال است که کتاب سال است. خوشبختانه از آثار گرانمایه مولانا جلال الدین بلخی در جهان زیاد مانده است. این به چی معنی است؟ این به آن معنی است که نیازمندان، خوانندگان، مریدان و خواهشمندان آثار مولانا جلال الدین بلخی خیلی زیاد بودند. در دوره تا انقلابی ما در دهه ها
در مجلس ها در محفل های گوناگون شاهنامه خانی های و مثنوی خانی ها بود. درست. استاد عینی تاکید میکنن که در یادداشت ها تاکید میکنن. بله. و امروز از آثار مولانا جلال الدین بلخی در کتابخانه ملی تاجیکستان، در کتابخانه در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در دیگر گوشه و کنارهای تاجیکستان که نسخ دستخطهای قدیمی را نگاهداری میکنند، حتما یا با مثنوی مولانا جلال الدین بلخی یا با قسمت های الهیدی دیوان کبیر یا با گزیده آثار مولانا عبدالرحمن جامی دچار می‌آییم. درست است. و دستخط های ذی قیمت داریم ما در تاجیکستان که هنوز مورد آموزش و تحقیق همه جانبه قرار نگرفتند. درست. یعنی اینها می توانند در آینده برای تهیه متن علمی انتقادی آثار مولانا خدمت ارزشمند خود را کرده توانند، زیرا بیشتر این دست‌ها در قسمت آسیای میانه و در قسمت خراسان کتابت شدند. درست. این مرکزهایی هستند که زبان فارسی دری تاجیکی رشد و نموی بی‌میلان داشت و دارد. تشکر استاد عزیز. شنوندگان عزیز، یادآور میشم که شما صحبت ما را با شاعر ادبیات شناس علی محمدی خراسانی از رادیو تاجیکستان شنیده اید. رادیو تاجیکستان منبر شماست، منبر ملت بزرگ تاجیک است، منبر ثنای استقلال است، منبر ستایش تاریخ و فرهنگ و تمدن ملت بزرگ تاجیک است و کارمندان این رادیو سعی میکنند در همه حال که در پهلوی شما هموطنان عزیز باشند و به خاطر بزرگی تاجیکستان مقتدرتر شدن این وطن بهشتی ما جد و جهد کنند. و صحبت امروزی ما محض به خاطر بزرگداشت یک از فرزندان نامور ملت تاجیک، شاه پسر ملت تاجیک، بابای بزرگمان مولانا جلال الدین بلخی آراسته شد و شما از فیض صحبت استاد علی محمدی خراسانی بهره ور شدید. چند نکته که دایر به روزگار استاد مولانا جلال الدین بلخی بود شنیدید و چقدر که تاکید کردیم روز مولانا باید روزی فرهنگ و تمدن ملت تاجیک باشه. هر روز باید روز مولانا باشه، هر لحظه باید روز مولانا باشه. منم در فراورد این برنامه پرمحتوای خود و باری دیگر هموطنان عزیز تاجیکان برون مرزی، فارسی تباران و عموما جامعه جهانی که به مولانا جلال الدین بلخی روی میارند صمیمانه و صدقاً تبریک میگویم و میخواهم که روزگار ما، زندگی ما، آینده ما، سازندگی ما بر اساس گفته های آموزنده چنین شخصیت های بلند مرتبه ادامه داشته باشد و در همین زمینه تاجیکستان عزیزی ما بیشتر از پیشتر گلگل شکفت و آثار گرانمایی من بعده ادبیاتمون نیز توانسته باشد که برای خلق و ملت و کشور خدمت کند، خدمتی سازنده کند. تشکر استاد عزیز. من سپاسگزارم از شما، از نام تمام شنوندگان رادیوی تاجیکستان به شما برای یک صحبت آموزنده سپاس میکنم و باری دیگر از نام کارمندان رادیوی تاجیکستان تمام تاجیکان جهان، فارسی زبانان جهان، خصوصا تاجیکان خراسان را، تاجیکان کابل، هرات، مزار شریف، بلخ مقدس را تبریک میگویم و در انجام به خاطر مولانای بزرگ، به خاطر شما، به خاطر تمام تاجیکان جهان یک بیت خواجه حافظ شیرازی را میخوانم. گفتند هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. پاینده باد نام نیک مولانا، بیگزند باد استقلال تاجیکستان مقدس. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید.